رابرت واگنر، تری مور، گیلبرت رولند در فیلم صخره 12 مایلی. سایت اینترنتی مشهد فیلم تقدیم می‌کند. رابرت بلوت دوبله شده در استودیو ساوندفیلم. اینجا دنیای دیگری است در اعماق دریا، زیبا، اسرارآمیز که بخش وسیعی از آن برای بشر ناشناخته مانده است. اینجا آبهای خلیج مکزیک در غرب فلوریدا است. غواص یک صیاد اسفنج است، یک یونانی متخصص که زندگیش را صرف پرخطرترین حرفه دریایی کرده است. میاد بالا. سکراترز داری چی کار میکنی؟ میخوام برم چند تا ماهی بگیرم. نه نمیشه، باید بریم خونه. با قایق خالی که نمیشه رفت خونه پدر. از خجالت خیس آبم. مگه این آشغالا رو ببرم تو بازار همه بهمون میخندن. نمیدونی چی میخوام؟ یه غواص که چشماش به تیزی عقاب باشه و شاماش به تیزی کوسه که بتونه از مایل‌ها فاصله حس بکنه. باید غواصی باشه که وقتی از آب میاد بیرون قایق پر از اسفنج شده باشه. کجا؟
کی؟ من کی از من بهتر؟ مادر و پنی هم تو ساحلن. نگاه کن اومدن مادر. خوب نگاش کن. ساپورتی رو میگم. اونم اونجا وایستاده بود داره میخنده و کف دستشو میخوره. ای پدر قایق اوتاقدیریوس رو ببین. چه کرده؟ پر اسفنج. سلام دخترا. سلام بابا. بگیر دلت برامون تنگ شده بود؟ آره You miss me? Oh, you don't know how How are you? Give your papa a big kiss. Let me show you down the river. It's good you're back. Did the boys bother her very much when I was away? What are you doing here, woman? خانم خوراکی چی داری؟ برای کی غذا بسازم؟ خونه خالی؟ نگاه کنید بعد از این همه دوری چطوری با زنش حرف میزنید؟ به جای این حرفا حالا حالی باش بود. چون بهت بدهکارم تو زندگی من دخالت میکنی؟ ای تونی برای خدا از اون اسفنج آورده بیام. When we're alone, I'll say big hello. Mama? هی اینو باز چی بر میداری؟ کارش نداشته باش بذار ورداره. هی خب برم. پدر نگاه کن چه اسفنجی حرف نداره. آره بهترین اسفنجیه که تا حالا دیدم. ریسه $100. اینا تو عمق زیاد پیدا میشه. هی مایک دارن امتیازا رو میخونن بیا. بریم. برو تا برگردی من شما حاضر میکنم. برو. چه شامی بخوریم مگه نه پدر؟ تمام اسفنج ها شمارش شد و از همه بیشتر مربوط به شرکت اسفنج نیویورکه با 17,500 تا. عالی شد. آفرین به خودم آفرین به خودم. ای لوکا بایدم خوشحال باشی. از صمیم قلب تبریک میگم. از کجا این اسفنج آوردی؟ این همین چیزیه که ما بخوایم بدیم. دیدید چی آوردیم؟ خوشت اومد؟ دیدید چی آوردیم؟ جانم میشه رازتو به ما بگی؟ ما برمون نمیاد برقصیم. ببینم اکتاب اینو از کجا آوردی؟ از صخره 12 مایلی. چی؟ از وقتی برادرم کشته شده هیچ کس به اون صخره نرفته. هفته پیش ما رفتیم به قعر جهنم. علامتمون هم هنوز رو آبه. ما بیشتر از 20 گره رفتیم پایین. اکتاب خالی نبرد با این دروغای گنده‌ای که میگی سقف خونت و سرت خراب میشه. تو ترسوتر از این حرفایی. ولی من خیلی رفتم. اگه پایی رفتی باید صخره رو دیده باشی. خب بگو چه شکلی بود؟ شما دارین به یه روح نگاه میکنید. من اونجا مردم. این روح همه که به ساحل اومده. یه کوسه مثل تیغ لباسمو تیکه تیکه کرد. اون زیر همه چی میبینی. لوله هوا گیر میکنه جوری که فکر میکنی دیگه نمیتونی خلاص بشی. صخره رو صخره نمیدونم چه جوری ولی ته دریا مثل یه رودخونه حرکت میکنه و تو رو با خودش میبره پایین. من دیگه اگه تمام اسفنجای دنیام اونجا باشه پایین نمیرم. پولات که تموم بشه ورشکست بشی و دوباره میری پایین. حالا میخوام جوایز رو اعلام کنم. آقای کارسون از شرکت اسفنج نیویورک مبلغ $25,000 برنده شدن. برنده شدم بیای همه تو مهمون منی. بیای جانم. اونا مال ما. اگه نمیخوای بفروشی چرا؟ $600 براشون میدم. 600 تو شوخی میکنی؟ فروخته شو بده به ما. بابا چی کار میکنی؟ میدونی چی به سرمون اومده تو اینا رو جمع کردیم؟ چون این مرد خریدار بود ما فروختیم. شانس آوردیم که از شهرشون خلاص شدیم. ای بابا
نه همشو نظر تو جیبت، لااقل نصف بدی تو بده. کف دستم داره میخوره. بخورمش، فعلا همین بسته. بریم تونی. داری خیلی طولش میدی، اینطوری باشه قایق تو عوض پولم ازت میگیرم. فکرشم نکن که قایقمونو بگیری. خیلی بی‌انصافی نه؟ چرا مگه چی کار کردم؟ خب طلبم میخوام. تونی راست میگه والا، تو خیلی بی‌انصافی. پول به جونه بس. فکر قایق از سرت بیرون کن، اون مال خانواده ماست. اگه به دیتونو ندین مال خانواده ما میشه. تونی اومدم. تونی هم مایک اومدم. کجا؟ اونا دارچهاری هستی؟ عالیم پاپا. خوبه. میبینیش سوکراتس؟ نه. بیا تونی، بیا پسرم، بیا. ای بابا پسرم، تونی سری بابا. to you, just like you came with us. I mean,
فکرتی میکالی. آی تونی، تو صلیبو پیدا کردی. آره تو تبرک شدی. برای خوششانسی میخوام سرت نه مطمئن نمیشه این کارو بکنی. $5 آب میکنه. باشه از بدهیشون کار بیاین به سلامتی تونی بخوریم. این مال تو ساپورتی. Tony, who got the cross? Hey, Socrates, now you got the cross. Where you going? سفر بعدیتون کجا؟ سمت شمال، جنوب، هر جا که بشه اسفنج پیدا کرد. نمیدونم. من اگه جای مایک بودم دیگه با قایق خالی حالا سب کن. دفعه دیگه میبینی که با قایق پر از اسفنج آره راست میگه. جایی که ما میریم باید مدرسه ببینیم و تعریف کنیم. سب کن مایک وایسا. قایق پر از اسفنج منظورت چیه؟ نکنی میخوای بری به صخره 12 مایلی؟ منظورت همینه؟ کی گفت صخره 12 مایلی؟ ما میریم به طرف مرداد. چه شده؟ نکنه زده به سره؟ قایقای ماهیگیری رو فراموش کردی؟ کی از اونا میترسه؟ من سوکراتس هولیوس، من میترسم. مرداب مال ما نیست. کی گفته؟ یعنی تو نمیفهمی. سالها قبل پیش از تولدت من و پدرت و بقیه یونانی ها با انگلیس ها توافق کردیم که کیوس مال ما باشه و مرداب مال اونا. کله پوکا. همیشه اونجا پر از اسفنج بود. هر جا میرفتی به اندازه همه اسفنج بود، مشکلی هم نبود. ولی حالا فقط در عمق زیاد. شاید اسفنجی باقی مونده باشه، اونم یا در صخره 12 مایلی یا در مرداب. ولی میدونم اون انگلیسی ها یا همونایی که بهشون میگه کله پوک نمیذارن. ما هم واسه سید ماهی میریم مرداب. اما مایک اگه اونا ما رو گیر بندازن؟ اونا نمیتونن ما رو گیر بندازن. تو چرا اینقدر نگرانی؟ اونجا پر از جزیره‌های کوچیک مرجانیه. اگه ما سر شب بگیریم بخوابیم و صبح قبل از طلوع آفتاب شروع کنیم تا ظهر کارمون راحت تموم میشه و بعدم برای نهار میریم خونه. اگه شانس بیاریم توی صلیبو پیدا کرده مگه نه؟ کیچیچ قایقو تبرک کرده مگه چقدر شانس باید داشته باشی؟ من میخوام جدی‌تر کار کنم. یادت نره قول دادی میخوام از تمام قواسایی که تا حالا دیدیم ماهرتر بشم. هر ریسه کسی که طلب منو بدی وگرنه همه رو خبر میکنه. آخه تو این کارو نمی‌کنی چون هنوز زوده بمیری. موتور خاموش کن، صداش خیلی زیاده. پاپا میخواد بره تو آب. از کدوم قسمت شروع کنه همینطوره. هیچ جمع نیست تونی. یاد شمال افتادم. یکی دو متر بیشتر پایین نرفته بودم که این بلا سرم اومد. اگه من واسه سرد شدن خونم تو یخ نذاشته بودم حالا مرده بودم. تو نمیتونی منو بترسونی سوکراتی. میبینی منظورت چی میبینی؟ قول دادی. تونی گوش بده. ما میخوایم تو ماهر بشی نه که واسه خودت بچرخ. چی میخواد بچرخه؟ منم دارم مثل کار میکنم. تو قول دادی پاپا. آره پسر یادمه قول دادم موقع کار تو آبهای شمال تو رو بفرستم. نمیتونی این کارو بکنی. قول دادی که من ساکت. هر کلمه مثل یک گوله میمونه. ای مایک اونجا رو نگاه کن. چیه؟ خدای من اصلا خوشم نمیاد. از چی خوشت نمیاد؟ دورنا. مطمئنم اون بی خودی پرواز نمیکنه. یه چیزی ترسوندتش. ای بابا اون غذاشو خورده حالا هم داره ورزش میکنه. بیا لباسمو درست کن میخوام برم تو. خیلی خب باشه. دستگاه اکسیژن رو بی سر و صدا روشن کن. باشه.
میفرسته بالا. تونی اونجا رو. حالا چیکار کنی؟ ای بابا نترس، اون دوتون ماهیگیرن، مشغول کار خودشون. دیری گفتم کاری به ما نداره. تکلیف مرگ چی میشه؟ چی باید بشه؟ زود باش علامت بده بیاد بالا. علامت بده. برای چی؟ برای که من میگم علامت بده دیگه. ای بابا هوای مایکه. نخوری شلیک نکن. جوانک به نفع تو اون اسلحه رو بذاری زمین. هر چی میگه گوش کن. ببین اگه هر چی میگم گوش بدین کاریتون ندارم. ما اسفنجه رو میخوای همشو. تو بیلی خود تولی تفنگو بذار زمین. کی گفته این منطقه به شما تعلق داره؟ هیچ قانونی وجود نداره که ما نتونیم اینجا کار کنیم. چرا؟ قانون قدیمی مکزیک. اگه یه بار دیگه به مرداب بیاین قرارمون به هم میخوره. کارتون تموم شد بذارین اونا برن. هر بار که به مرداب بیاین همین بلا سرتون میاد. لیونار بیا اینجا. ببین توماس چی با خودش آورده؟ جیمی توماس این همه اسفنج از کجا آورده؟ Picked them for us. They were poaching in the glades. Come on, help us get them off. There's a drink in it for everyone. Let's go. Sponge exchange. When they see us coming, their eyeballs will stick out a foot. After we sell the sponges, you know what I'm going to do with my share? You're going to throw a party. Nah. I'm going to buy a house. A house and some furniture. Tables, chairs, stove, bed. Then you know what? What? No, don't tell me. Let me guess. You're going to move in. We're going to move in. We're going to get married. You and me? Uh-huh. Oh, how thrilling. But wait a minute. Maybe I've forgotten. I can't remember. Have you asked me yet? I'm asking now. Why don't you take my hand and say it? Gwyneth,
Will you marry me? Gwyneth, will you marry me? Suppose I say no. You won't. Tell me, Arnold, do you love me? You know I do. Yes, I know you do, and I love you too. Like I love one of my brothers. I'm not your brother. You don't have to tell me. Gwyneth, stop fooling. Will you marry me or won't you? Arnold, if I said yes, I'd feel no. And if I said no, I'd feel yes. I don't know what to say. But maybe if I get acquainted with lots and lots of boys and help me make up my mind. Yeah, and what do I do while you're being helped? You can get acquainted with lots and lots of girls. I don't want lots of girls. I just want you. Me? Marriage would be nice. A husband. Baby. But I think I'm too young. Don't you think so, Arnold? No, I don't want to get married. Not just yet. I guess a girl has to be hard to get. Makes it all the nicer when you get her. Hey, Arnold, better lend a hand before you spend that share. به کی بگه تو روز روشن اسفنجامونو گرفتن و رفتن. خب چرا به گارد سایه نمیگه چی شده؟ فایده ای نداره پسر. چیزی رو نمیتونیم ثابت کنیم. باید خودمون از پسشون برمیاییم. خوب نگاه کنیم بچه‌ها. اسفنجا باید همین طرفا باشه. اونا رو یه جای قایم کردن. ایمان تو میخوای چیکار کنی؟ همه در رو وا کنی، همه جا رو بگردی. اسفنجا رو زدن و رفتن. حالا میخوای چیکار کنی؟ میخوام برم یکیشون رو پیدا کنم. میخوام ببینم بدون تبرم مردونگی داره. شما هم بهتره برگردید. برید دیگه. اما ممکنه به کسی احتیاج پیدا کنی که کمکت کنه. اگه بخوای منم برای کمکم راحت میام. بله خب باشه، همه با هم میریم. برید. اینجا یه عالمه سوراخ سنبه داره، چجوری میخوای پیداشون کنی؟ اگه این همه اسفنج گیر ما اومده بود چی کار میکردی؟ خب معلومه یه جشن حسابی میگرفتی. کاری که اونا دارن میکنن حتما جشن گرفتن. اول میریم اون تو. آقایون دزدا رو ببینید. اندازتون چیه؟ میخوایم واسهتون تابوت بسازیم. من رایدن هستم. میخوام با پلیس صحبت کنم. چطوره مگه قبلا یونانی ندیدین؟ نه ندیدم. نگاهشون کن. یه سالن پر از انگلیسی که از 3 تا یونانی ترسیدن. 2 تا یونانی. پسرمو حساب نکنین. اون هنوز بچه هست. میشه اینجا چیزی خورد؟ چرا نمیشه؟ دیویدسون برای هر 3 نفرشون بریز. چشم آقای ریس. نکنه مزاحم مهمونیتون شده باشین. بشینین. ای تونی بیشین. خودمونو معرفی نکردیم. پدرم مایکل پترکیس، ایشون سوکراتس. متشکرم. منم تونیه. من توماس ریس. و 2 تا پسرام دیوید و گرگ و آقای آرنولد دیکس. مردی با تبر. منم دخترشم، ونترین ریس. خوشحال. چه اسم قشنگی. سر ما کلاه گذاشتیم. ما زحمت کشیدیم شما اومدین و هر چی بود از ما گرفت. چی تو کلته؟ چی تو کلمه؟ اسفنجام چی میخواستی باشه؟ سر ما کلاه گذاشتیم. ما زحمت کشیدیم شما اومدین و هر چی بود از ما گرفتیم، ولی خب مهم نیست. این دفعه رو شما بردین، دفعه دیگه ما. Do you mind if I dance with your daughter, Mr. Reese? Don't ask me, ask him. Go ahead, ask me.
You might have better luck if you ask me. Dance? Sure. Why not? That guy acts like he owns you. Maybe he does. Maybe he doesn't. What kind of an answer do you call that? Why don't you find out? Maybe I will. You better be careful. He might eat you up alive. He won't even bother to take off your hat. I got a pretty good appetite myself. Yeah? You let him take away your sponges. I'm dancing with this girl. Tony. The record's still playing. We're making our own music. No, Arnold! Two is a company, three is a crowd. I'm gonna be the biggest crowd that kid ever saw. I don't know why I'm running. He's not after me. No, he's after me. I'm after you. Cut it out, Greek. Sure. And you give me back my hand, too. Sure. You always do what people tell you to? Sure, ask me to kiss you, see what happens. Crazy Greek. Hey, you want to know what my real name is? Adonis. My mama named me after a Greek god. I'm a very beautiful young man. Why, the whole bunch of you must be crazy coming here. You know how conks feel about Greeks. You want me to tell you how Greeks feel about conks? You're always poaching in the glades. Why don't you stay over the line where you belong? Where do you get that line stuff? The glades belong to everybody. You got a lot of nerve. I know one Greek that's got a lot of nerve. Oh, I don't want to fight. All I want to do is hold hands. Hey, you're pretty. Anybody ever tell you you were pretty? Oh, you don't need that. Come on, ask me to kiss you. I'll be glad to oblige. Do I have to ask? No. Hey, I want to know, what's with you and that guy? He just wants to marry me, that's all. Him? He's too old for a kid like you. He must be at least 27. He's going to buy a house with his share of your sponges. We're going to move in, have lots of kids. Hey, do you like blue eyes? Yes, I do. Marry me and all your kids will have blue eyes. I'll guarantee it. Personally. You're real crazy. Cut it out, Greek. It's all right. We've been properly introduced. You're sure you don't want to be kissed? You don't know what you're missing? Let me know if you change your mind. You smell prettier than any flower. You're absolutely crazy. Greek? Yeah?
hit him. Tony, don't hit him. He's mine. He's all mine. Okay. Now I'll see how big a man you are without the axe. How you want to fight? Conch style? Greek style? Hey, stop him. You don't know Otto. He'll hurt your father. You don't know my pop. Well? All right. Now we fight Greek style. Don't! He's had enough. Oh, I won't hurt him. I'm just going to make him eat the cigar. Now, you be a good boy and open your mouth. Come on, come on. Come on, open your mouth. Open it. That's a good boy. There. How does it taste, huh? Good. That's the boy. There. Well, what do you think of your fellow now, huh? Not a very good fighter without the axe, huh? Hey, Tony. You kiss the girl goodbye. We go. Hey, Tony, that's enough goodbye. I'll be seeing you, honey. Tonight in my dreams, honey. Fresh Greek. Where you been? You've been gone so long. I gave that fellow a taste of my fist. خب دیگه بریم خونه بچه‌ها. نمیریم خونه. یه راست میریم صخره 12 مایلی. من که این چه حرفیه؟ نمیتونم فکرشو بکنم که دستخوری برگردیم. وقتی میریم خونه که قایقمون پر باشه. اونقدر پر که هیچ کی تا حالا ندیده باشه. باید پولدار شیم. باید بزنیم به دریا. آدم باید کارشو درست حسابی انجام بده. از هیچی هم نباید بترسیم. بکش! لنگه رو بکش! چه فکر هستی مایک؟ به تونی فکر میکنم. بهش قول دادم این دفعه اونجا ایمان بره. خدا به خیر کنه. تونی، ای تونی، خوابیدی؟ آبهای شما این آبشار میمونه. میشنوی؟ چه صدایی؟ صخره اونجاست، زنده است. دارم حقیقت رو میگم. اون پایین دنیای دیگه ایه. دنیای زیبای ماهی ها، همه جور ماهی، همه نوع زندگی تو صخره میبینی. قشنگترین چیزایی که تا حالا دیدی.
اون پایین گیاه هست، مثل گیاهانی که تو جنگل میبینی. وقتی جزر مد میشه به حرکت در میاد، انگار که باد میوزه. خیلی قشنگه. اون زیر پر از غاره، غارای پر از اسفنج. تو عمرت انقدر اسفنج ندیدی. میری توش جدا میکنی، میلیون‌ها اسفنج برمیداری. وقتی برای اولین دفعه به عمق آب میری وحشت میکنی. آره، خودت هم نمیفهمی از چی وحشت کردی، اما بعد از یه مدتی فراموش میکنی. ولی صخره هرگز فراموش نمیکنه، صبر میکنه، تمام مدت صبر میکنه. بعد یه روز وقتی حواست نیست میگیرتت. تونی، داشتم به تو فکر میکردم. این بار من میرم تو عمق. نه پسرم، پاپا قول داری، خودت گفتی. یادمه و میدونم احساست چیه. تو هم به موقعش میری زیر آب، ولی میدونی که به مادرت قول دادم، بهش گفتم مراقبت هستم. به این خاطری که این بار تو نمیری. متوجه منظورم میشی پسرم؟ علامت میده، داره میفرسته بالا.
پا گم شده. فکر میکنم اتفاق براش افتاده. زاک! خون سرد باشتن رو به نجات محکم بگیر. درم پاره شد. باقی دیده نمیشه. داره میاد بالا. اومد بالا. کمپرسور خاموش کن تونی. هوا بهش نمیرسه. کمپرسور خاموش کن. زود باش. باید ببریمش بالا. درستان باش. زود تونی برو موتور رو روشن کن. باید برسونیم ساحل. زنده است. پاپا زنده است. نمیدونم چرا وقتی میمد طرف کشی لوله رو نگرفت. مایک میخوایم تو رو بپوشونیم. مایک باید کمکمون کنی تا حالت زودتر خوب بشه. برید اون پتو رو بیاریم بدوزید زیره. خیلی خوب. جان باشین عجله کنید. تونی برو قایق را بنداز. هرچی یخ تو قایق داریم بیارید. باید رو شما یخ بپوشونید. حالت خوب بشه. خوب بشه. ناراحت نباش. حالت خوب بشه. کاپیتان حالا یه نفرمون بده. یه مقدار یخ لازم داریم. بهمون میدین؟ البته. یخا رو برید اون طرف. یواش. یخا رو کجا بریزه؟ بریز اینجا. چی شده؟ لوله هواش باریده. قطع شده. بگرمه. اول تو یخ میپیچیمش بعد میبریمش تافرا. خیلی خب مسئله نیست. یونانی ها خیلی به کیوش نمیان. هی با کاپیتان تماس بگیر. بگو که یه قایق اسم قایق چیه؟ عگلی. بگو قایق عگلی داره میاد بندر. یه نفر توشه که حالش بده. خیلی احتیاج به کمک داره. بگو آماده باشه. خیلی خوب. یخ دیگه بسته. زودتر بریم به کیوست. اونجا همه ی وسایل براتون آماده است. شنیدی چی گفت؟ ما داریم میریم. بابت یخا چقدر باید بدی؟ ای بابا قابل نداره. ممنون. تونی موتور روشن کن. زود باش. مایک حالت خوب میشه. مایک حالت خوب میشه. موفق باشی.
قایق یونانی هم الان رسید. یه اتفاقی باید افتاده باشه. یکی از اونا بدجوری صدمه دیده. پسره؟ نمیدونم، چون اونو تو یخ پیچیده بودن. جمعیت زیادی اونجا جمع شده بود. گارد ساحلی هم بود. تو صخره گیر افتاد. لوله هواش پاره شد. مثل یه تیکه چوب شده. خیلی سریع اومد بالا. لباسش پر از هوا. حالش چطوره دکتر؟ مرده. باید با ما بیاین. از گارد ساحلی هستیم. باید بفهمیم چه اتفاقی افتاده. چند تا از کارگرا رو با خودتون بیارین. باش، هرچی شما بید. متشکرم. جنرال اسکات با من بیاین. تو هم مراقب قایق باش. It couldn't have been me. It couldn't have been Soak. It had to be Pop. هی آرنولد، ببین تو قایق یونانیا چه خبره؟ بازم از مرداب اسفنج در آوردن. آدم نمیشن. من آدمشون میکنم. نه بی اسفنج رو دست بزنم. صبر کن ببینم. شما سهمتون رو هفته پیش گرفتین. ما هم سهم داریم. ما هم باید ور داریم. آره اولا نمیذاریم چیزی ببری. خیلی خوب شما هم ور داریم.
تو اسکنه شهرسه یه قایق آتیش گرفته. بجنبید. قایق لایه داره میسوزه. آماده شید تا بیفتیم به سمت اطلاع شما برسن. تو دیدی که این کارو کرد؟ من نمیتونستم. اونا بهم گفتن. دیدی چند نفر بودن؟ 2 3 4 رو میشناختی؟ نه. اون خیلی پیر. تونی تو میخوای چیکار کنی ها؟ میشه شما این خبر رو به خانواده‌ام بدین؟ باشه پسرم، مطمئن باش. من این کارو میکنم. کلاه پاپا رو ببر خونه سن. ای تونی کجا میخوای بری؟ نمیتونم از این حادثه بگذرم. تو تنهایی کاری از دستت بر نمیاد تونی. بیا با ما بریم. کی این بلا رو سر ما آورده؟ باید بفهمم کاری کی بوده و اسفنجا رو پس بگیره. بهت میگم بیا با ما بریم تونی، به خاطر مادره. You shouldn't be walking around like this. These people will kill you. You shouldn't have stayed here. You should have gone home. I'd like to talk to your father. I've got a feeling he's a reasonable man. Look, he's my father, but he's a con too. I'm afraid He's he a just... big shot. Everybody around here looks up to him. He can make him get back our sponges. Where do you live? Over on Friendship Handy Street. Here, I'll take you. پدر، تونی اومده. بیا تو. برای پدرت خیلی متاسفم. میل داری چیزی بخوری؟ نه میل ندارم آقا. من برای خوردن نیومدم. آقای ریز، شما آدم منصفی هستی. من تا حالا فکر میکردم تفاوتی بین ما وجود نداره. خونه این که ما توی زندگی میکنیم مثل اینجاست. شما به همون کاری مشغول هستین که ما هستیم. وقتی یکی از ما بمیره درست مثل این یکی از شما مرده. ولی گویا اشتباه میکردن. منظورت چیه؟ اسفنجایی رو که از صخره 12 مایلی جمع کرده بودن ازشون دزدیدن. قایقشون هم آتیش زدن. کاری کیه؟ نمیدونه. از شما کمک میخواد. چه جور آدم ها اینجا زندگی میکنن؟ برای مردن احترام قائل نیستن. کی مرده؟ تو نمیدونی؟ مگه شما کجا بودین؟ ما تو بندر بودیم. پدرش به خاطر صید اون اسفنجا کشته شده. مثل اینکه جیب مرده رو خالی کنی. ما نمیدونستیم. ما رو دریا بودیم. این شرماوره! نمیدونستیم ما. باید برمیگشتی. آره میخواستیم برگردیم ولی بقیه ما رو دیدن و سهمشون رو خواستن. مزخرف احمق. به ما نفری یه ریسته رسید. آرنولد و من قایق رو دیدیم. آرنولد فکر کرد که... چی فکر کردی آرنولد؟ ای پسر، کجا میری؟ میرم ببینم چی کار میتونم بکنم. هیچ کاری نمیتونی بکنی. مشکل خودتو بیشتر از این نکن. اگه میخوایم بهش کمک کنیم پول اسفنجاشو بهش بدیم. ما همون اسفنجی که گرفتیم بهش میدیم. اگه تو نبودی اونا قایق آتیش نمیزدن. کاری نداشته باش. تو دیوید. موافقم پدر. گرگ. بله پدر. آرنولد تو. خب اون هرچی گرفته میخواد نگه داره. بذار بره، اهمیتی نداره. یه نفر کمتر. فردا صبح بیا پولتو بهت میدیم. متشکرم آقای ریس. لازم نیست تشکر کنی، پول خودته. فردا میبینم تو. If you haven't any place to stay, why don't you sleep here tonight? I'll be okay. I'll see you in the morning. Night.
Better not be here tomorrow morning, you hear? You better clear out. آرنولد دیر برگشتی. پول مسئله نیست. کاری که با وینی کردی مهمه. وینی کجاست؟ تو خونه است. باید حواست باشه که تو یه مرد هستی و یونانی هنوز بچه است. تو هر زنی این احساس وجود داره که دلش برای این پسر بسوزه. بهتر بود وینی طرف تو رو بگیره، ولی حسادت کارتو خراب کرد. میل دارم فردا وقتی صبح میاد اینجا تو باهاش طرف صحبت بشی و پول خودت بهش بدی، هر جوری که دوست داری. پسر فردا صبح میاد. یک کمی باهاش حرف زدم، قانعش کردم بره خونه‌شو.
getting in trouble trying to help me. I don't care. They burned your boat. Well, now you've got a boat. I don't know how to work a hook boat. Oh, it's not hard. You can learn. No, that's no good. You gotta go deep for good sponges. You mean with a diving suit and an air pump? Hey, sure. We can haywire the equipment mid-deck. It'll crowd her a bit, but it'll work. All we need is one load off the reef and we can fix up the egg. 12-mile reef? Sure, where else? The Glades? The reef's our only chance. Have you ever been down before? Sure. Pop taught me how to wear the suit in the bay near Tarpon. Oh, Tony, I'm scared. The reef's too dangerous. I'm scared, too. You don't know how scared you can be, but you forget. Gwyneth, you can't ever imagine how beautiful it is down there. There's all kinds of fish, and when they get used to you, they come right up to your face window and look in. You can feed them just like they were pets. They even nibble right at your fingers. And then there's the reef. Bright coral, like a garden full of flowers. The deeper you go, the more beautiful it is. The light gets dim, like in a church almost. It gets so you don't want to come up. Hey, I almost forgot we're hungry. Okay, come on. Scare a person half to death. Oh, that was nothing, just a little stingray. Hey, how long since you used this sail? Hardly ever. Got any fishing line? We'll patch it. If you raise it, Arnold couldn't help seeing it. Not tonight, he won't see us. We'll wait until dark. Well, there's some line in that chest. Eat this, you'll find out why they call us cones. Hey, that's really good. Your mama sure showed you. Oh, she didn't show me. I never knew my mother. She died when I was born.
Hey. Oh, what's it, Roy? What's the matter? Nothing. A minute ago you were thinking something. What were you thinking? About your father? Your brothers? That when you helped me you turned against them? Is that what you were thinking? I'm sorry. I'm acting like a baby. Well, that's all you are. You're just a kid. Oh, look who's talking. You know, all I have to do is yell and he'll find you and take you home. You're going home with me. What about your folks? Your mother? Maybe she won't want me. They'll want you. Because I want you. I can always get off and Arnold will pick me up. Don't you want to go home with me? Oh, Tony. دنی تونی اما ساکتانی برگشته. ماما دلمون برات خیلی شور میزد نگرانت بودی. دنی خواهرم دنی سلام. سلام. چه موقعی برگشتن؟ گفتم حتما اتفاقی برات افتاده. بعد جوری کتکم زدن. دنی خیلی بهم کمک کرد. مادرم کجاست؟ رفته سر خاک. بعد از مرگ پدر هر روز میره. بهتر من برم سراغش. ازش پذیرایی کمپنی. تونی ماما چرا اینجا موندی؟ تو که نمردی، تو زنده‌ای. جایی تو اینجا نیست، جایی تو خونه است. تمام زندگی در انتظار گذشت. از وقتی با پاپا ازدواج کردم چشم به راه برگشتنش بودم. میدونم رفته دیگه بر نمیگرده. پدرت نمیدونست چقدر دوستش دارم. چرا؟ پاپا میدونست چقدر چی شد عزیزم. پاپا به سرش زد. میدونی که چقدر کله شب بود. همونطور از دنیا رفت که آرزو میکرد. باید قبول کنی.
باشه نمیشه بریم مادر. Hey, Uncle Soap, where are they? In there. Hey, Penny. Penny. Mama, look what Tony brought home. Hey. You're pretty. Who she is? She's Tony's conch girl from Key West. You want to hear her name, Mama? Her name is Gwyneth. It's a pretty name. Hi, Tony. Go ahead. Tell you, Mama, what you gonna do. No, wait. I tell you. He's get hook boat. He's gonna work sponge like the conch. He already boy. We'll bring in one load and we'll fix up the Eggly. Hear that? Listen how he talk to you, little boy. How are you going to do this, Tony? All by yourself? If Pete was here, if Papa was here, you So I'm here. So what's the matter with me? Oh, don't be angry, Tony. You love my Tony? Yes, I do. I like you. You good girl for my Tony. If you love him, you don't let him do this. Every time he goes out, you're going to die. Every night you wait all by yourself like I wait. You're going to be scared like me. You see my face? You see my hair from being scared? He'll listen to you. You tell him no. Sure you're scared. I'm scared too, but you can't be scared all your life. We've got a boat and we're going to work. That's what you want, isn't it, Mama? Or do you want me to sit around the house hanging my head? He has to do what he wants to do. Can't you understand? I can't tell him what to do. Nobody can. You might as well make up your mind, Mama. When we go? Right away. We'll start rigging her tomorrow. Oh, Mama. Talk to me, honey. What do you want me to say, honey? Well, say something nice, honey. Like what do we got to eat, honey? I forget. You come long way, huh? I fix something for you. You wait, I fix. Wait till you taste my mama's cooking. لباس غواصی نداری. یه دونشو احتیاج داری. لباس نو هم پول میخواد. از کی میخوای پول قرض کنی؟ چرا به ساپارتی نگاه میکنی؟ اون یه پک از سیگارش هم به تو نمیده. میخوای شرط ببندی؟ آقای ساپارتی ما چقدر بده کاری؟ حرفش هم نزنید چی تونی؟ قایق که سوخت بدهیتون از بین رفت. وقتی پدرت مرد من چشم از طلبم برداشتم. چشم از طلبم برداشتم یعنی چی؟ من باید تمام بدهیمونو بهت بدم وگرنه شارگمو میزنم. بگو چقدر؟ اوه $1000. یه گم بیشتر یا کمتر؟ $1000 تو هم شنیدی سو؟ باشه بهت پس میدیم هر سنتشو. حالا چی میگی؟ خوشحال تونی خیلی خوشحالم کردی ولی قبل از اون یکم دیگه پول میخوای نه؟ شما برای تعمیر موتور خرید لباس غواصی منو ببخش تونی ولی باید بگم نمیشه. کی گفته من پول میخوام؟ خواهش میکنم لازم نیست بگی. من آدمی که پول میخواد میشناسم. آقا جون ما از تو پول نمیخوایم. از چی میخوای بگی؟ نمیخواد بگی. من باورم نمیشه. من نمیخوام سرت کلا بذاریم. تنها چیزی که میخوایم ببینیم. تنها چیزی که میخوایم لباس غواصیه. تو زیاد داری. ما یه دست بیشتر نمیخوایم. تازه هیچی نمیخوام. فقط یه دست لباس غواصی. یه دفعه بهتون گفتم. درست گوش بدین. باید دیوونه شده باشم که اینطور حرف میزنم. در مغازه‌مو میبندن. باشه بهتون یه دست لباس میدم. همه چیزش اندازه است. ساپارتی به نظر خودت هم اندازه است؟ این لباس برای تونی خیلی بزرگه ها.
پول که بابتش ندادی؟ آره اسب پیشکشی دندون شمردن نداره میدونه. این میخندی؟ تو میخوای غواصی کنی؟ میخوای بری تو آب؟ میخوای با این قایق بری در؟ اگه نمیخوای طلبتو بدن درست مثل پدر مرحوم چه واسه همه چی جواب بده. Okay, Tony, we're ready. Where's your Ben? We're ready to leave. I'm going with you. No, honey. This is going to be a rough trip. Look, you don't know how to handle a hook boat. I do. I can help. تو میام. نمیشه. تونی با خودت ببرش. وقتی بالا بیای اونم با توه. خواهش میکنم تونی. باشه بینی. Goodbye, Mom. Goodbye, Penny. Tony, take Papa's cap, huh? For good luck. Sure, Mama. برام دعا کن. خداحافظ. خداحافظ. تونی کوچولو اگه با قایق پر از اسفنج برگرده باید صداش کنیم تونی بزرگ. بودم که قایقمو برداشتن رفتم. تو ازش طرفداری کردی، تو طرف یونانی‌ها رو گرفتی. آره تو می‌خواستی پول ما رو بدی بهش. اون وقت خونم قایق دخترتو برداشت. خیلی خوب. اشتباه کردم. میگردیم پیداشون میکنیم. اینی رو برمیگردونیم. با اون بچه‌م درسی بدیم که هیچ وقت یادش نره. هوا ناجوره. صبر نمی‌کنی تا یه کمی آروم بشه؟ نه دینی نمیتونم وقت از دست بدم. مرد خودسریه. اگه این لباس سوراخ بشه هیچ کاری از دست ما بر نمیاد. من میرم. ناخدا منم. میگم نه. قواس منم میگم آره. چیه؟ چرا ماتتون برده؟ مگه چه خبر شده؟ خیلی چیزا میخواستم بهت بگم. تمام چیزایی که بلدم میتونستم بکنم تو کلت. مراقب خودم هستم. آزاد کن.
نمیاد بالا. موفق شد. فرزاتو میدی تونی. ظرفیت تکمیله. علامت بده بیاد بالا. چرا بالا نمیاد؟ 2 مرتبه علامت بده. وایسا خودم علامت میدم. لوله هوا رو رد کن بره. چرا وقتی به علامت دادم نیومدی بالا؟ تو دردسر افتادی؟ حالت خوبه؟ گیر افتاده بودم ولی هرچی بود تموم شد. تونی این چیه؟ خونه. میدونی فکر میکنم وقتی می آمدم بالا سرم خورده به صخره. ترسیده بودی؟ ترسیده بودم؟ خشکم زده بود. میدونستم.
You take rest. I tell you when it's time. Take rest. Go on. Pop was right. You're scared. I don't know how scared you can be. یه قایق موتوری. آره خودشونن. پیداشون کردیم. خدا بهت رحم کنه. رو خون سرد کن. هرچی شما بگید ریس. مستقیم برو جلو. بهشون اخطار کن. بخوام کف قایق. به نفعتون مقاومتی نکنید. تونی قایم شو. تونی. برو کنار تو نگاهش کن. یونانی بیا کنار. خودتو درگیر نکن. حالش خوبه. بریم وینی. باشو بریم. تو طرف مایی یا طرف اون؟ من با اونم. زنشم. پدر. نه آقای ریس عصبانی نشین. شما فکر میکنی من هنوز بچه‌ام ولی من دیگه بزرگ شدم. دعوا فایده ای نداره. مهربون باشین. ببینی اگرم با یه یونانی ازدواج کنه بازم دختر شماست. حق با اونه. اون جون من نجات داد. پدر چی شده؟ خیلی من بد نیستم. دامادتو نگاه کن. به من میگن آنتونیوس پتراکیس. ببین چه جوان رشیدی هم. اسپانجا بوده بابا میبینی. این دفعه دیگه طلب من میدن. Look, it's Tony. My little Tony. He's all alive. فیلم های دوبله دیگر در وبسایت مشهد فیلم.